سلام، من رضام، یک حلال خورد. تو این ویدیو میخوام این تخم آفتابگردونای لیمویی رو تست کنم و بهترینش رو بهتون معرفی کنم. اولین تخمی که میخوام تست کنم تخم لیمویی بیسانه. قیمت این تو تاریخ انتشار این ویدیو 36,000 تومان و وزنش هم 105 گرمه. تا من اینو تست میکنم شما جدول ارزش غذاییشو اینجا میبینید. یک کم بوی لیمو میده. اندازه تخمهاش متوسطه. از این تخمهای پوک و تو خالی یا پوست تخمه هم تو بسته‌اش من کم دیدم، در حد 2-3 تا دونه. مزه مغز تخمش معمولیه. اگر تخمه رو بذارین تو دهنتون بمکین بعد مغزش رو بخورید، مزه لیموش کم متوجه میشید. اگر عادی بخورید که اصلا متوجه نمیشید. اینو تو جدول من تو قسمت متوسط میذارم. قبل از اینکه برم سراغ تخمه بعدی اینو بگم که اگر میخواین بهترین طعم‌های حلوله‌های مختلف رو بشناسید سابسکرایب کنید. حالا میرم سراغ بعدی که تخمه لیمویی وینات. قیمت این 36,000 تومان و وزنش هم 105 گرمه. بوی لیمو میده. اندازه تخمهاش متوسطه. از این تخمهای پوک و تو خالی و پوست تخمه من داخل بسته‌اش ندیدم. مزه مغز تخمهش معمولیه ولی طعم لیموش تیز و اسیدیه که خوشمزه. البته در صورتی که تخمه رو بذارید تو دهنتون بمکید بعد مغزش رو بخورید. اگر عادی بخورید که طعم لیموش رو خیلی متوجه نمیشید. از اونایی هم هست که اگر زیاد بخورید لب و دهن و زبون و همه جا رو میسوزونه. اینو تو جدول من تو قسمت خوب میذارم. در مجموع تخمه خوبیه. حالا میرم سراغ بعدی که تخمه لیمویی ناتس گلستانه. قیمت این 34,000 تومان و وزنش 100 گرمه. بوی خاصی نداره. اندازه تخمهاش درشته. از این تخمه‌های پوک و تو خالی و پوست تخمه هم داخل بسته‌اش 2-3 تا دونه دیدم. مغز تخمش بی طعمه. خوشمزه نیست. طعم لیموش هم متوسطه. تازه اگر تخمش رو بمکید و بعد مغزش رو بخورید. اگر عادی بخورید که کم. اینو تو جدول تو قسمت متوسط میذارم. حالا میرم سراغ بعدی که تخمه لیمویی مزمزه. قیمت این 36,000 تومان و وزنش هم 105 گرمه. بوی خاصی نداره. اندازه تخمهاش متوسطه. از این تخمهای پوک و تو خالی و پوست تخمه هم داخل بسته‌اش من ندیدم. مزه مغز تخمهش خوبه. اگر تخمه رو بذارید تو دهنتون بمکید و مغزش رو بخورید طعم لیموش خوبه. اگر عادی بخورید طعم لیموش رو خیلی متوجه نمیشید. ولی در مجموع تخمه خوبیه. تو جدولم تو همون قسمت خوب میذارم. حالا میرم سراغ تخمه بعدی که تخمه لیمویی آذوقه. قیمت این 36,000 تومان و وزنش هم 105 گرمه. بوی خاصی نداره. اندازه تخمهاش متوسطه. پوست تخمه و تخمه پوک و تو خالی هم داخل بسته‌اش من ندیدم.
خوشمزه. مغز تخمش خوشمزه واقعا. طعم لیموش هم اگر بمکید و بعد مغزشو بخورید خوبه، اگر عادی بخورید خیلی حس نمی‌کنید. اینو تو جدول من تو قسمت خیلی خوب میذارم. مغز تخمش واقعا خوشمزه. پیشنهاد میکنم اینو امتحان کنید. حالا میرم سراغ بعدی که تخمه لیمویی پانلای. قیمت این 36,000 تومان و وزنش هم 105 گرمه. بوی خاصی نداره، اندازه تخماش درشته، داخل بستش هم تقریبا 10 تایی پوست تخمه و تخمه پوکو تو خالی دیدم. طعم لیموش کمه، مغز تخمش هم معمولیه. اینو تو جدول من تو قسمت متوسط میذارم. این آخرین تخمه بود که تست کردم. این ویدیو رو برای دوستای حلال خورتونم بفرستین تا ویدیو بعد. بای.